با سلام، وحید شفیرات هستم. توی این ویدیو میخوایم که به صورت کامل و جامع در واقع نحوه ثبت درخواست اسسمنت در سایت وتاسس استرالیا رو خدمتتون توضیح بدم. این ویدیویی که من قرار ضبط کنم دیگه فکر کنم کامل ترین و جامع ترین توضیحات رو میخوام داخلش قرار بدم و عرض کنم که بنده وکیل مهاجرتی نیستم. رشته تحصیلی من در واقع ارشد مهندسی عمران بود و چون توی این پروسه خودم در واقع زیاد تحقیق کردم و تایم زیاد رو از من گرفت و کمبود این در واقع همچین ویدیویی رو توی فضای اینترنتی من میدیدم، دیگه نیاز دیدم که یه توضیح کاملی خدمتتون عرض بکنم برای دوستانی که حالا توانایی در واقع وکیل گرفتن ندارن و حالا به هر دلیل نمیخوان وکیل داشته باشن، میتونن که از این ویدیو به نحو احسن به نظر من استفاده بکنن. و حالا پیشنهاد اولیه منم این هستش که اگر توانایی گرفتن وکیل رو دارید، حالا توانایی مالیش رو دارید، سعی کنید وکیل بگیرید، ولی نگرفتید هم باز حالا وکیل هم این قراره این کارهایی که من خدمتتون توضیح بدم رو انجام بدم و کار دیگه‌ای هم در واقع لازم نیست انجام بشه. عرض به حضورتون که این در واقع اسسمنتی هستش که من در واقع خودم 0 تا 100 کارش رو خودم انجام دادم، برای خودم تونستم به صورت پازیتیو یعنی اسسمنت مثبت هم رو بگیرم. اسسمنت که شما میبینید، من حالا اولش گفتم اینو بذارم که بعدا کامل توضیح بدم. این اسسمنت من هست. حالا این بخشایی که میبینید من در واقع رنگ کردم که اطلاعاتم دیده نشه دیگه، به هر حالا به هر دلیلی که بود نخواستم اطلاعات کاملی از اسسمنت خودم رو بذارم، ولی خب چیزی که گرفتم مدرک ارشدم همون ارشد گرفته شده، هایلی ریلیونت بوده، پازیتیو بوده اسسمنت و 3 سال و 4 ماه حدوداً تونستم سابقه کاری رو اخذ بکنم از 4 سال بگم 3-4 ماهی که داشتم. خب در ابتدای کار برای گرفتن اسسمنت ما باید با سایت وتاسس استرالیا که یکی از سازمان‌های ارزیابی است که مدارک تحصیل و شغلی ما رو مورد ارزیابی قرار میده باید آشنا بشیم. البته سایت‌های دیگه هم وجود داره مثل TRA یا حالا سایت‌های دیگه‌ای که هست، ولی حالا ما کارمون با وتاسس بوده و من وتاسس رو خدمتتون کامل توضیح خواهم داد. آدرس سایت همونجوری که میبینید به این شکل هست، wetassess.com.au و سایت رو وقتی که باز میکنیم در واقع ما با یک همچین صفحه‌ای روبرو میشیم. مهمترین گامی که برای در واقع انتخاب مسیر مهاجرتی وجود داره و ما باید در واقع خیلی باید روش دقت بکنیم، انتخاب مسیر شغلی مناسب هستش که حتما باید خیلی مباحث رو بررسی کنیم و بهترین مسیر شغلی رو برای خودمون حالا با توجه به سوابق کاری و رشته تحصیلی و همچنین صف اون رشته و امتیازاتی که اون رشته نیاز داره رو ما باید در نظر داشته باشیم که بتونیم مسیر مناسبی رو برای در واقع مهاجرتمون و مسیر مهاجرتمون رو بتونیم بهترین مسیر رو انتخاب کنیم براش. مدارک شغلی، حالا من سریع توضیح میدم که زیاد تایم گرفته نشه. سوابق کاری نیاز داریم و رشته تحصیلی مرتبط. خب مدارک شغلی که لازم داریم برای ثبت اساس، اولی نامه سابقه کار هست که توی نامه سابقه کار که ما از کارفرمامون میگیریم باید تاریخ شروع و اتمام همکاری، حقوق، نام پروژه‌ای که درشون در واقع وظیفه مسئولیت داشتیم، ریز وظایف و مسئولیت‌هایی که داشتیم، نرم افزارهایی که مورد استفاده قرار دادیم، اطلاعات تماس کارفرما و سمت ما در پروژه چه بود، اینا همه دیتیلی هستن که باید در داخل نامه سابقه کار وجود داشته باشن. عرض به حضورتون که شواهد پرداختی حقوقمون رو باید داشته باشیم که در رأس اون به نظر من فیش حقوقی که شامل همه نمیدونم دیگه همه دیتیلی که باید یک فیش حقوقی داشته باشه رو ما باید داخل فیش حقوقیمون داشته باشیم. یعنی یه جوری نباشه که ساختگی باشه و مشخص باشه که ساختگیه. حالا شرکت ها هم دارن دیگه قطعا فیش حقوقی که این فیش حقوقی باید مهر شرکت و امضا و نام مدیر عامل باید باشه و همچنین نام و امضای مسئول مالی که فیش حقوقی رو صادر کرده.
همچنین آگهی تأسیس شرکت، آخرین تغییرات شرکت و روزنامه‌های مورد نیاز. یه چیزی رو که باید توجه بکنید، من ترجیح اینه که خدمتتون عرض کنم هیچ وقت مدرک ساختگی و جعلی سعی نکنید که ارائه بدید، چون بعدا به مشکل میخورید. ولی خب نکاتی که من حالا میخوام چون گفتم کامله، باید اینا رو هم خدمتتون عرض بکنم. اگه از یه جایی مثلا سابقه کاری دارید میارید، اون شرکت مثلا یه جوری نباشه که آگهی تأسیسش مثلا تازه باشه، شما برید از 4 سال قبل از اینکه شرکت تأسیس بشه بیایید سابقه کار بیارید. اینا رو میدونن و اینا دردسر میشه و قطعا با ریجکتی مواجه خواهید بود. یعنی این چیزا رو حتما داشته باشید. آخرین تغییرات، در واقع آخرین تغییری که مثلا اونجا باید حق امضادار مشخص شده باشه، کسی که پای سابقه کاری رو امضا میکنه باید حق امضادار اونجا به روشنی نوشته شده باشه. روزنامه‌های مورد نیاز چیه؟ مثلا شما فکر کنید آگهی تأسیس، آدرس در واقع مرکزی دفتر شرکت توی یه آدرسی بوده، بعد توی سربرگی که شما سابقه کاری آوردین اون آدرس عوض شده. خب این یه روزنامه داره، قطعا توی روزنامه ثبت شده. اگه آدرس دفتر شرکت عوض شده، مغایر هستن با آگهی تأسیس و اون سابقه‌ای که به شما دادن، دیگه این روزنامه‌ش هم باید بیارید، یا مثلا توی اون سربرگ دیگه آدرس رو همونی بنویسید که توی آگهی تأسیس بود. و من ترجیحم اینه که به خاطر اینکه صداقت رو در واقع پیشروی کارمون قرار بدیم، روزنامه‌اش رو قرار بدیم. قراردادی که شما دارید با اون شرکت، چه سالیانه چه حالا 6 ماه، نمیدونم 2 سال، هر قراردادی که وجود داره، سعی کنید حداقل یک قرارداد کاری داشته باشید. چارت سازمانی همونجور که میدونید در واقع یک نمودار درختی طوریه که میاد از رأس شرکت زیر مجموعه ها رو مشخص میکنه. این زیر مجموعه ها تا جایی که سمت شما وجود دارن باید ادامه پیدا کنه. یعنی شما بالا سری شما، حالا مدیر عامل یا دیگه، باید مشخص بشه سمت شغلی هر کس. و این هم برای اینه که فرضاً اگر با کارفرما تماس گرفته شد که درباره شما پرسجو کنن، بدونن با چه کسی در چه سمتی صحبت میکنن. نمونه کار که برای برخی رشته ها لازم است، برای برخی رشته ها لازم نیست. و حالا میگم کجا نوشته شده این داستان، که لازم هست برای شما یا خیر. و نمونه کاری که مثلا حالا اگه عمران بودین، مثلا سیویل درافت پرسن اقدام کردید، دیگه قطعا نمونه کار مورد نیاز هستش اونجا. بعد یه چیزی هم که من اینجا در واقع فراموش کردم بنویسم، رزومه هستش که بخش مهمی است. در واقع این مدارک هستن که ما قرار میدیم. رزومه رو حتما باید در واقع خودتون بنویسید، از هوش مصنوعی سعی کنید استفاده نکنید. اگه استفاده کردید یه جوری مثلا در واقع ادیتش کنید که مشخص نباشه. نمونه کارهاتون رو داخلش قرار بدین، شرکت هایی که درش کار کردین، نرم افزارهایی که وارد هستین. و حالا دیگه رزومه فکر کنم یه چیزی که حالا مهندسین اکثرا دارنش و چیزی نیست. که فقط یه نکته هم که باید حتما بهش توجه داشته باشید، تناقض نداشته باشید توی رزومه‌ای که نوشتین و اون سابقه کاری که وجود داره، چه تو تاریخ چه توی اون عرض بزرگتون که وظایفی که داشتین، تاریخ شروع، تاریخ اینا یعنی ریز نکاتی هستن که عرض بزرگتون حتما باید در واقع بهشون توجه بکنید، چون بسیار ریز این مسائل رو میسنجن و اگه نکته ای رو دیدن مشخصا کامنت میخورید و اگر توجیه مناسبی برای این کامنت نداشته باشید قطعا ریجکت خواهید شد. حالا بریم سراغ مسئله بعدی. مدارک تحصیلی که در واقع مورد نیاز هست: دانشنامه کارشناسی و همراه ریز نمرات و دانشنامه ارشد اگه دارید. اگه ندارید کارشناسی سکشن 1 و حالا برای برخی رشته سکشن 2 هم اوکی هست. دانشنامه ارشد با ریز نمرات نیاز هستش که هر دو مدرک باید تاییدیه دانشگاه رو داشته باشن و ریز نمرات هم باید مهر دانشگاه رو داشته باشه، وگرنه کامنت میخورید. حالا توی بعضی از شده که من دیدم که مثلا تاییدم خورده، اول کامنت زدم، بعد مثلا طرف توجیه کرده که دانشگاه
حالا نمیدونم چرا نمیزنه فلان دیگه. بعضا چون دانشگاه اگه دولتی باشید برای مهر ریزنمرات یه ذره مشکل درست میکنن و میگن که در واقع تعهد خدمت دارید و مهر نمیتونید بزنید. حالا این چیزایی هستن که باید دیگه. یه نکته هم که خدمتتون عرض کنم، مدرک جعلی به هیچ عنوان استفاده نکنید. بعضی از وکلا من دیدم که دانشگاه ها رو مثلا میان میگن فلان دانشگاه آزاد سکشن 2 بود، بیا ما فلان دانشگاه آزادش کنیم سکشن 1 بشه. این دست به نظر من این کارو نکنید، بعدا به ریسکش نمیارزه. این همه میخواین هزینه کنید و حالا اون وکیل شاید بیشتر فکر این بوده که در اون مبلغی از شما بگیره و حالا ریجکت هم شدید بگه که مشکل از خودتون بود. به نظر من با صداقت کامل برید جلو و میگم دیگه حالا جای بر توجیه باشه. حالا با دانشگاه آزاد سکشن 2 هم میشه گرفت، با 5 امتیاز کمتر میشه گرفت. خب برای انتخاب مسیر شغلی همونجوری که توی این بخش هم وجود داره، یه بخش مهمی هم وجود داره که صف رشته یعنی چی؟ یعنی اون تعداد افراد دیگه هم که این مسیر شغلی رو انتخاب کردن چند نفر هستن. چون شما میدونید که با هر رشته‌ای برسید به استرالیا، شما در واقع آزادید که هر کاری که تونستین پیدا کنید. یعنی قرار نیست که حتما با نمیدونم عمران تکنسین رفتید، با عمران سیویل درافت پرسن رفتید نتونید برید سراغ کارهای دیگه. میتونید برید. فقط توضیحی که من لازم میدونم بهتون بگم، با در واقع اون تحصیلات مرتبط سابقه کارتون رو در واقع انتخاب بکنید و همچنین اون در واقع اون صفی رو انتخاب کنید که خلوت توی رشته خودتون. یعنی عمران الان فکر میکنم بالای 4-5 تا کد رشته داره و فکر میکنم که حالا میگم داخل اون عمران یه رشته خیلی صفش مثلا سیویل انجینیر خیلی صفش طولانیه، ولی خب مثلا درافت پرسن و سیویل تکنسین صفای به مراتب خلوت‌تری دارن نسبت به سیویل انجینیر. بسیار خب، حالا ما این صف رشته رو از کجا میتونیم کنترل بکنیم؟ من یه نکته هم خدمتتون حالا عرض بکنم، میگم حالا آخر عرض میکنم اون خدمتتون. اون صفی که رشته ها رو در واقع ما میایم درش بررسی میکنیم، سایت سمارت ویزا گاید هستش که در واقع سایتی هست که دقیق هست و اون عرض به حضورتون که صفحه رو کامل نشون میده. خب وقتی که وارد سایت میشید با یه همچین پنجره روبرو میشید. ما فرضاً من چون رشته خودم هم عمران هست، بیشتر تمرکزم رو دوستای عمرانی هست و میگم ولی خب بقیه رشته‌ام در همین کارو قرار انجام بدید. یعنی مثلا دیگه هیچ کار دیگه‌ای جز این لازم نیست برای این کارو انجام بدید. حالا میگم این توضیحاتی که من خدمتتون عرض می‌کنم کامل هست و اگه کامل و انسان جزئی نگری باشید میتونید کامل کاراتون رو خودتون انجام بدید. بعد عرض به حضورتون که خب سایت اسمارت ویزا گاید در واقع این سایت هستش که با این پنجره که در واقع مواجه هستیم شما مواجه میشید. مثلا ما میخوایم برای صف در واقع رشته های عمرانی رو که استرالیا خیلی بهشون نیاز داره رو نگاه بکنیم. اینجا من سیویل نوشتم، میبینیم که سیویل انجینیر، سیویل انجینیرینگ درافت پرسن، سیویل انجینیرینگ تکنسین. خب اول من میرم سیویل انجینیر رو انتخاب میکنم که یه مقایسه بین صفحه هم شما بدونید از کجا باید نگاه بکنید. همه ساب کلاس های مورد نیاز رو داره، 189 دائم 190 و 491 رو داره. خب ما میایم روی اسکیل سلکت در واقع کلیک میکنیم. پنجره‌ای که قرار باز بشه برای ما در واقع این پنجره هست که صف رشته ها رو، صف تعداد EY کانت هایی که ثبت شدن رو برای ما نشون میده. این برای سیویل انجینیر بود که در واقع این بخش های امتیازی هستش که در واقع کسایی که توی صف هستن این امتیازها رو دارن برای ویزای ساب کلاس 189 و همونجوری که میدونید دیگه اکثرا همه امتیازها بالای تقریبا تا 80 بالای 1000 تا هستن و نزدیک 2000 تا و خب صف تقریبا شلوغی هستش. حالا اینجا نگاه کنید 190 چقدر
شلوغ هستش و اون در واقع اون سیستمی که استرالیا مثلا میاد برمیداره از امتیازات بالاتر، مثلا از 105 شروع میکنه، حالا اگه 120 اینا بود از امتیاز بالا شروع میکنه، فرضاً 1000 تا میخواد برداره، از بالاترین امتیاز شروع میکنه و 1000 تاشو برمیداره. یعنی شاید 1000 تا دیگه تا امتیاز مثلا 90، حالا 90 هم شاید نصفشو برداشت، خب شاید اصلا تا 95 رفت، 1000 تا رو برمیداره و دیگه تموم. یعنی اصلا مهلت نمیرسه به این در واقع این پوینت ها، این امتیازهایی که وجود داره. و اینی که اینجاست چی میشه تکلیفش؟ شاید یه 2-3 سال موند و شاید هم اصلا در واقع ویزایی بهش تعلق نگرفت. چرا؟ چون این در واقع توی یه صف شلوغی قرار دارن و اینا هم حالا در واقع ویزای 491 هستش که صفش به این شکل در واقع دیده میشه. بعد حالا این توضیحاتی بود که برای سیویل انجینیر توضیح دادم خدمتتون. حالا میایم صفحه اون یکی رشته رو ما بررسی میکنیم. یک مقدار مشکل که نه، سرعت اینترنت یه مقدار کم هست، حالا باید اونم اوکی بکنیم. خب دوباره روی هوم. خب دوباره من سیویل رو اینجا تایپ میکنم. حالا من نمیخوام زیاد تایم بره، ولی دیگه چیزی هستش که نیاز هستش که شما ببینید. سیویل انجینیر تکنسین رو ما در واقع باز کردیم. دوباره همون بخش صف. خب پنجره که قراره باز بشه برای ما. خب توی این بخش شما میدونید که در واقع صفحه نسبت به اون چیزی که سیویل انجینیر داشت بسیار مثلا میشه گفت خلوت، یعنی 1000 تا بخواد برداره همه رو برمیداره، میدونید. یعنی امتیاز نمره زبان بالایی هم شاید نیاز نباشه بگیرید، چون اینجا اون چیزی که میبینیم شاید کلا 1000 تا نیست. حالا من 1000 تا مثال میگم، شاید یه ذره بیشتر، یه ذره نمیدونم الان چقدر دقیقاً، بستگی به اون ظرفیت و راندی که برگزار میشه داره. میبینید که دیگه حالا صف سیویل تکنسین نسبت به سیویل انجینیر خیلی، شاید 1/4 صف اون در واقع سیویل انجینیر هم نیست. خب فکر میکنم توضیحات کافی هستش برای این بخش. بسیار خوب، من یه چیزی هم حالا خدمتتون عرض بکنم. اینجا شماره تماس بنده هم هستش خدمتتون، اینجا نوشتم. میگم من توضیحاتی که هست کامل هست. اگه احساس میکنید که با این توضیحات خودتون نمیتونید انجام بدید، میتونید از بنده مشاوره رایگان بگیرید، یا اینکه اگه بخواید کارتون رو من انجام بدم، این کار رو هم انجام میدم براتون با یه مبلغ بسیار خیلی کمتر از اون چیزی که وکلای مهاجرتی میگیرن و بودم با حدود $400 استرالیا من این کار رو براتون انجام میدم. اون مبلغ هم مبلغی نیستش که مثلا خیلی مبلغ درشتی باشه برای من، صرفا چون اون مسئولیتی که هستش و تایمی که قرار بذارم دیگه، حالا بالاخره یک هزینه هم باید دریافت بشه. میگم در مقایسه با در واقع وکلای مهاجرتی مبلغ زیادی، یعنی شاید 1/4 مبلغ هم نیست، صرفا بحث اون تایمه هست. ولی خب اگه هم نخواستی مبلغی پرداخت کنید، خودتون میتونید از منم میتونید به رایگان کمک بگیرید و منم در خدمتتون هستم. اینم برای این هستش که من در واقع احساس میکنم کسایی که در واقع بلد نیستنم، میگم دیگه حالا قرار نیست پول زیادی رو هزینه کنن و همچنین چون اکثرا مهندسین عمرانم دارن انجام میدن، من یه خدمتی هم به همکارای خودم خواستم بکنم. بسیار خوب، سایت وتحسس استرالیا این سایت هستش که در واقع ما اینجا میبینیم. حالا من یه دونه در واقع چون خودم اومدم رو سیویل تکنسین، وقتی که شما سایت رو باز میکنید با این سایت مواجه میشید. همونجوری که اینجا میبینید نوشته Australia's largest skilled assessment service، یعنی بزرگترین در واقع سازمان در واقع اسسمنت مهارتی استرالیا. خب وقتی که ما در واقع میخوایم، من این بخش رو بخوام توضیح بدم خدمتتون،
من اشتباهی اینو روی این کلیک کردم، امیدوارم که حالا اومدم قطعش میکنیم. توی این بخش من نوشتم نامه سابقه کار. خب نامه سابقه کاری که ما برای سیویل انجینیر میگیریم، برای اون چیزی که برای سیویل تکنسین میگیریم متفاوت هستش. یعنی شما بیای برای سیویل تکنسین مسیر شغلی رو که انتخاب کردیم، فرضاً سیویل درافت پرسن هم البته صف خلوت داره دیگه. حالا خودتون میتونید ببینید رشته‌های مختلف رو ببینید، حالا اونایی که معمار هستن، اونایی که حالا رشته‌های دیگه که توی در واقع استرالیا میگیرتشون، صف‌های مختلفی دارن دیگه. حالا من چون میگم تمرکزم روی عمران بود دیگه، حالا با سیبیل پیش میبرم کارم رو. خب ما صف رو انتخاب کردیم، فرضاً صف سیویل تکنسین رو ما انتخاب کردیم. میایم روی سایت وتاسس سیویل رو تایپ میکنیم، یه سرچ میکنیم که بخشای عمرانی بیاره. حالا معماری بود میتونیم مثلا آرکیتکت رو در واقع سرچ کنیم که در واقع اون کد رشته رو برای ما بیاره. خب همونجور که میبینید وتاسس سایت عمران رو توی در واقع 4 بخش مختلف مورد بررسی قرار میده. Civil Engineer Draft Person، Civil Engineering Technician، Construction Project Manager و Geologist. اینا در واقع کد رشته‌هایی هستن که عرض حضورتون که سایت وتاسس مورد ارزیابی مدارک شغلی قرار میده. خب نکته‌ای که وجود داره، مثلا حالا بریم سراغ سیویل تکنسین، میایم رو بخش Learn More در واقع کلیک میکنیم. پنجره که برای ما باز خواهد شد این بخش است. حالا هزینه ها، نمیدونم این داستان های برای اسسمنت رو نوشته، حالا میخوایم اینا رو هم در واقع خالی از لطف نیستش که اینا رو هم ببینیم. هزینه‌ای که برای اسسمنت وجود داره، حالا این کلیپی که ویدیویی که دارم درست میکنم برای سال نیمه های سال 2025 هست و امروز که دارم ویدیو رو ضبط میکنم هزینه اسسمنت عادی $1070 استرالیا و اگه بخواین که فست ترک بکنید 806 تا باید اضافه تر پرداخت کنید که در واقع اگه عادی بخواین 2 ماه، اگه فست ترک بخواین حدوداً 10 روز، نهایت 14 روز اوکی میشه جواب اسسمنتتون. و فست ترک مثلا دلیل بر این نیست که حتما مثبت بیاد، صرفا بحث زمانی هستش. حالا ممکنه بعدا این در واقع مقادیر عوض بشه مقدارشون. خب بخش مهمی که ما باید بهش دقت بکنیم، سیویل انجینیر تکنسین رو باز کردیم. دانلود اینفورمیشن که فایل پی دی اف هستش که میتونیم بقیه رشته میتونن از همین راه انجام بدن دیگه. میایم روی دانلود اینفورمیشن کلیک میکنن. خب یه فایل پی دی افی رو برای ما اینجا در واقع برای دانلود میاره. خب همونجور که میدونید و دارید مشاهده میکنید اینجا توی این فایل پی دی اف اومده کامل توضیح داده که سیویل تکنسین چی هستش. در واقع یه تعریف شغلی بوده و عرض حضورتون که در واقع مخصوص چه افرادی هستش که در واقع میتونن اقدام بکنن. اینجا نوشته که برای این کد اگه سمت شغلی شما در واقع این تایتل ها بوده عذرخواهی میکنم، اگه این تایتل ها بوده نوشته که برای این تایتل ها کد شغلی دیگه ای هست. شما نمیتونید اگه این تایتل شغلی رو دارید بیاین برای سیویل تکنسین در واقع اقدام بکنید. همون دلیل ریجکتیه که اگه سوابق کاریتون مناسب نباشه، یعنی سوابق کاری غیر مرتبطی نوشته بشه، میگه که relevant نیست و شما باید میرفتین توی فلان تایتل در واقع اسسمنت میگرفتید و اون اسسمنت تو منفی میشه. هزینه هم کلا $1070 کلا میره و شما باید یه اسسمنت مجدد ثبت کنید. بعد سابقه کاری هم نمیتونید دفعه بعدی عوض کنید، چون دیگه شما به دولت استرالیا مثلا دیگه نمیتونید بگید که من دفعه اول دروغ گفتم سابقه کاری این بود. باید دیگه سخت میشه داستانش که خلاصه بخوام بهتون بگم. عرض به حضورتون که مدارک تحصیلی که نیاز داره
نوشته شده. حالا برای رشته‌های مختلف هم اوکی هست. اینجا هم در واقع از فوق دیپلم هم یا مثلا لیسانس سکشن 2 هم قبول میکنه. و عرض به حضورتون که بسیار خوب. خب بخش مهمی که وجود داره اینجا اگه دقت کنید نوشته employment highly relevant tasks may include but are not limited to. میگه که در واقع highly relevant یعنی بیشترین ارتباطی که در واقع بیشترین، حالا من بخوام خیلی راحت توضیح بدم و معنیش نکنم، میگه این سوابق کاری که اینجا من نوشتم، این شرح وظایف کاری، البته میگه این شرح وظایف کاری که من اینجا نوشتم، سیویل در واقع تکنسین در واقع باید این کارو رو انجام بده، کارهایی رو نزدیک این انجام بده. یعنی میگه که حالا میگه که نه، قرار نیست همه اینا رو کپی کنیم توی سابقه کاریمون بیاریم. ما باید سابقه کاری رو بیاریم که نزدیک به این و با همین محتوا باشن. حدوداً یه 7-8 تایی سابقه در واقع مسئولیت شغلی باید داشته باشیم توی ارزبوزینس توی نامه سابقه کارمون و هایلی رلوونت باشن با این شرح وظایف که اینجا نوشته شده. حالا این شرح وظایف رو من چجوری، اگه خود اینا رو هم بخواید کپی کنید و پس کنید اینجا، دیگه خیلی مثلا یه چیزی میشه که انگار کپی پیست شده است. یعنی مثلا انگار یه دروغی که صرفا اینجا کپی کردیم پیست کردیم اونجا که مثلا عکس. اینم یه ذره نمیگم حالا میتونه باعث ریجکتی بشه، ولی خب یه چیزیه که مناسب نیست. خب این در واقع شرح وظایف رو ما چیکار کنیم، چجوری میتونیم عوض کنیم؟ اگه خودتون زبانتون قوی است، اوکی هستین، خب دیگه مثلا اینجا نوشته collecting and analyzing data and carrying out computations. خب جمع آوری و آنالیز دیتا، خب اینو با یک لحن دیگه هم میتونید بنویسید، یعنی کاری نداره. اگه نمیتونید بنویسید، من شما رو با سایت دیپسی که در واقع چین آشنا میکنم، هوش مصنوعی هست، میتونید قشنگ اینجا بهش بگید که مثلا اینا رو کپی کنید بهش بدید، کامل توضیح بدید بهش دیگه، بگید من مثلا میخوام این حالا میخواین یه دونه من بنویسم براتون. اولش میگم چون نامه کاری ما هم باید فارسی باشه دیگه، بعدم بدیم برای ترجمه. جملت رو به فارسی معنی کن. خب دیگه من وارد جزئیات کار شدم که دیگه کامل شاید تایم این ویدیو یه ذره بیشتر باشه، ولی خب دیگه کامل متوجه میشید که در واقع این عملکرد رو، این در واقع سابقه کار رو چجوری باید در واقع ارائه بدید. خب الان دقیقا معنی لغت به لغت رو دیپسیک برای من انجام داد. خب ما اینو میتونیم براش بنویسیم که با حفظ محتوا با کلمات دیگر ببین هر چقدر روش مانور بدید فقط محتوا رو حفظ بکنید دیگه فکر میکنم چیزیه که بتونید ازش قرار نیست خودتون هم کاری انجام دیگه، هوش مصنوعی داره براتون انجام میده. میدونید چی میگم؟ حالا مثلا جمع آوری و تحلیل داده و انجام محاسبات رو اومد نوشته گردآوری و پردازش اطلاعات و انجام محاسبات فنی. و الان دیگه این میشه گفت که اون نیست، یعنی اینو من خودم نوشتم و خودم شرح وظیفه کاری بود که خودم انجام دادم. خب دیگه حالا من یه بار دیگه هم بگم قطعا با یه کلمات کلا متفاوت تری میتونم بنویسه. خب اینم از این. پس ما فهمیدیم که توی سابقه کاریمون در واقع چه چیزایی رو باید بیاریم. و یه نکته هم که من خدمتتون میتونم عرض کنم، اکثرا وکلای مهاجرتی دارن به اکثر رشته ها میگن که بیاین ما با سیویل تکنسین براتون در واقع اسسمنت بگیریم. خب این کار دو تا پایین منفی داره. یکیش برای مهندسین عمران که زحمت کشیدن بالاخره توی این رشته تحصیل کردن و الان باید اونشو بخورن، و فکر میکنم کسی که من یه اسسمنتی دیدم که با نمیدونم رشته ادبیات اومده بود سیویل تکنسین گرفته بود. خب این به نظر من مناسب نیست، چون در واقع اون شما دارید صف مهندس عمران رو شروع میکنید با این کارتون، در حالی که اون شخص نه تا به حال مهندسی عمران اصلا سر پروژه کارگاهی کلا نرفته. خب برای چی باید
سیویل تکنسین براش گرفت. بعد یه نکته دیگه هم که هست، اصلا اون شخصی که داره اینو قبول میکنه رشته های غیر مرتبط رو قبول میکنه دولت استرالیا با اون سابقه کاری، ولی خب زنگ میزنن اکثرا، مثلا از کارشناس وتاسس زنگ میزنه و از شما سوالات تخصصی میپرسه، یعنی از شما میاد، چون دیگه مشکوکه دیگه، مثلا کسی که ادبیات خونده چرا باید سیویل تکنسین باشه و سابقه کاری ارائه بده. زنگ میزنن، ریز نکات کارکاری رو از شما پرسش میکنن و اگه شما ندونید و جواب ندید قطع به یقین ویزاتون ریجکت میشه. اگه کارفرماتون نتونه پاسخهای مناسبی بده قطع به یقین ریجکت خواهید شد و اون موقع شما باید دقت بکنید که پولا به وکیل دادید، هزینه وتاسس رو پرداخت کردید و ریجکت شدید و وکیل هم میگه که خودتون با شما تماس گرفتن، شما نتونستید جواب بدید، هرچند که قبلش میگم مثلا این سوالا رو میپرسه باید اینو جواب بدی و اینا، معلوم نیست چه سوالایی پرسیده میشه، شاید یه سوالی پرسیده شد و شما نتونستید جواب بدید، در این حال ساده بود ولی وکیلتون دیگه حالا توی سوالات قبلی نبود، مثلا توی سوالات قبلی که وکیلتون میدونه. به نظر من توی رشته خودتون بگیرید، توی رشته شما مثلا هست در واقع سطحی که میتونه خلقت بشه، فقط باید دیگه این توی به وسیله این طریق که من یادتون دادم سرچ کنید و صفحه مناسب خودتون رو پیدا کنید که بعدا مشکل نخورید و در واقع هزینه‌ای که کردید از جیبتون نره. خب من کلیپ رو توی این بخش یه استراحت کوتاهی به خودم میدم، بخش بعدی میریم داخل سایت وتاسس. بسیار خوب، برای اینکه وارد پروسه در واقع ثبت اسسمنت بشیم داخل سایت وتاسس هستیم. خب بخش لاگین میایم اینجا، برای ورود به سایت در واقع اقدام میکنیم. اگه توی این بخش حالا اینجا رو توضیح بدم، Skill Assessment for Professional and General Occupations I'm ready to apply بزنیم. پنجره که برای ما باز خواهد شد به این شکل هست. اگر حالا من برای کسی که انجام میدم که در واقع اکانت نداره، خب sign up as applicant or agent، بخش sign up رو میزنیم که توی سایت ثبت نام بکنیم. پنجره که برای ما باز خواهد شد. یه ذره سرعت اینترنت من نمیدونم چرا انقدر کم هست، داخل ایران هستم من و فکر میکنم که برای هممون طبیعی است این سرعت اینترنت. خیلی خوب، باز شد اون بخش ساین اپی که ما وارد کردیم. اطلاعاتی که از ما میخواد، حالا من چون قبلا ثبت نام کردم این دیتیل رو میاره برای من، حالا مشکل نداره. پنجره که شما باش روبرو هستین این پنجره هست. اطلاعاتی که باید وارد کنید در واقع این اطلاعات هستن: نام نام اسمتون، نام خانوادگی، date of birth تاریخ تولد که day month year، ایمیل ادرس، در واقع دوباره همون ایمیل ادرس رو دوباره وارد کنید، پسورد مجدد، تیک این بخش رو وارد میکنید و این در واقع حالا verification ایمیجی که هست یه ذره البته ریزه نمیشد، حالا اینم وارد میکنید، دوباره این تیک رو میزنید و رجیستر رو میزنید. یه ایمیل تایید براتون میاد دیگه، حالا فکر کنم مشخصه، برای در واقع تایید اون ایمیل میرید از اونجا ایمیل رو کانفرم میکنید و اکانت شما کامل اوکی میشه. خب حالا من برمیگردم این صفحه رو. بسیار خوب، خب من میام وارد سایت وتاسس استرالیا میشم، لاگین میکنیم برای اکانتی که داشتیم. خب برای در واقع ایجاد یک اپلیکیشن جدید از درخواست اسسمنت، حالا من این بخش رو نمیدونم نیاز هست create a new application، برای ایجاد یک اپلیکیشن جدید. continue incomplete application، برای اپلیکیشنی که ناقص بوده کارش کامل انجام ندادیم، save exit کردیم
و حالا اگه اپلیکیشنز رو سابمیت کردیم میتونیم اینجا نتیجه کارم رو ببینیم و اون پروسه‌ای که هستش. create a new رو میزنیم برای ایجاد درخواست اسسمنت. بخش مایگریشن هدف ما در واقع مهاجرتی هست. skill assessment submit. این اکانت در واقع اکانتی هستش که من برای صرفا یادگیری در واقع آموزش که برای شما در نظر گرفته بودم و انجام دادم و اکانتی نیست که من قبلا باش انجام دادم. اکانت کلا یک اکانت دیگه ای بود. خب توی این بخش حالا وقتی که ما اینجا رو باز کردیم این در واقع بخش ها تایتل هایی هستن که ما باید عرض بزرگتون که اطلاعاتمون رو داخلش عرض کنم که باید وارد بکنیم. personal details همون اطلاعات شخصی هستش. preferred title خانم هستیم میزنیم خانم، آقا هستیم میزنیم رومستر. نام خانوادگی، نام در واقع اسم، جنسیت میل فیمیل یا مثلا نمیخوام بگم حالا اینترسکس، حالا چیزایی که هستش که خودتون در واقع میدونید. نام خانوادگی قبلی اگه فامیلیتون عوض شده، اگه اسمتون عوض شده اینجا previous given names. date of birth تاریخ تولد. country of birth کشوری که درش به دنیا اومدید. country of current residency کشوری که الان داخلش رزیدنسی دارید، سکونت دارید. citizenship یعنی در واقع شهروندی کجا رو دارید. کشورها رو وارد میکنید. حالا من چون شهروندی فقط ایران داشتم فقط ایران رو وارد کردم. شماره پاسپورت، تاریخ در واقع تاریخی که پاسپورت رو گرفتید. اگه سیتیزنشیپ other country رو دارید، کشورهای دیگر رو دارید، اینجا میتونید وارد بکنید با شماره پاسپورت و تاریخ گرفتن پاسپورت. اطلاعات تماس در واقع اون شخص خودتون باید وارد بکنید. ایمیل ادرس، دیتایم، تلفن نمبر یعنی شماره‌ای که شما میتونید در طول روز پاسخگو باشید بهش و میتونن باهاتون تماس بگیرن. فکس نامبر و موبایل نامبر هم میتونید داشته باشید. آدرس پستی که وجود داره، آدرس خیابان، شهر، استان، کد پستی و کانتری کشور رو اینجا وارد میکنید. حالا آدرس خونه‌تون هم میتونید اینجا بزنید که کپی همون بشه و در واقع همون رو اینجا بیاد عرض بزرگتون که وارد بکنه. نوشته اینجا که شما آیا یک ایجنت وکیل هستید یا مثلا خودتون دارید انجام میدید و شما میگید که وکیل نیستم. اگه روی یس باشه عرض بزرگ که بحث‌های مالیاتی پیش میاد، این حتما باید روی نو باشه. خب برای اینکه تایم ویدیو زیاد نشه من اطلاعاتی که لازم داشت و ستاره دار بود رو حالا به صورت یه چیزای فیک وارد کردم که بتونیم بریم مرحله بعدی. این بخشم روی نو قرار دادیم و اینجا نوشته شده که آیا شما شهروند در واقع در استرالیا سکونت دارید و که برای در واقع پرپس های مالیاتی هستش که روی نو میزنیم و این بخشم تیکشو میزنیم و در واقع کنتینیو میکنیم که بریم سراغ مرحله بعدی که در واقع اکوپیشن هستش. خب یه اپلیکنت نامبری در واقع برای ما ایجاد کرد به این شماره و عرض بزرگتون که در واقع استارت عرض بزرگتون که اسسمنت ما شروع شد. خب روی کانتینیو ما میزنیم. پنجره‌ای که برای ما باز شد عرض بزرگ که فول اسکیل در واقع اون بخشای اکیوپیشن هست و در واقع اون بخشی هستش که مسیر شغلیمون رو برش میگیم که از این مسیر شغلی میخوایم واردش بشیم. خب فول اسکیلز اسسمنت ویزا تایپ عرض بزرگ جنرال اسکیلد مایگریشن هست برای اون ساب کلاس هایی که خدمتون عرض کردیم. میگه که یک در واقع مسیر شغلی رو انتخاب بکن. این مسیرهای شغلی هستن که در واقع وتحسس برای همشون ارزیابی انجام میده و ماشاءالله تعداد زیادی رو پوشش داده که بتونیم بین اونا انتخاب کنیم
و حالا چیزی که هستش نمیدونم اینجا تایپ کنم میاره یا خیر. خب باید از اینجا خودمون پیدا بکنیم، مشکل نداره. خب روی سیویل انجینیر تکنسین با کد 312 این کد رو هم دقت داشته باشید که اینجا هم کدش رو آورد 312 حالا کد بستگی به رشته خودتون کد مختلفی رو خواهید داشت دیگه. شما مدارکی که مورد نیاز هست رو اینجا نوشته. یه چیزی هم حتما در واقع بهش دقت بکنید، توی سابقه کاری که میارید تعداد ساعات کار هفتگی باید حتما بیارید. فول تایم حدوداً 44 ساعت در هفته، فکر کنم بیشتر از 40 ساعت رو هم فول تایم در نظر میگیرن و اگه خواستیم پارت تایم بیارید 30 ساعت هم اوکی هست. ولی خب من توی سابقه کاری خودم 44 ساعت در هفته رو برای کار فول تایم آوردم. وارد مرحله بعدی میشیم، General Education. در واقع اطلاعات تحصیلی که حالا تو دوره راهنمایی و دبیرستان داشتیم رو باید وارد بکنیم. بعد عرض به حضورتون که و ستاره دارها مهم هستن، ولی حالا اگه خواستید میتونید اگه خواستید که نه دیگه، اگه اونا رو هم پر بکنید یه در واقع عرض به حضورتون که بهتر هست، مناسب تر هست. چیزایی هستن که خب من بخوام توضیح بدم، سال استارت در واقع راهنمایی بوده، سال اتمام number of years تعداد سالی که تونستید از شروع تا پایانش رو انجام بدید، کشور در واقع همون سالی که مدرک رو گرفتید در واقع کامل کردید. همچنین برای دبیرستان این اطلاعات رو میخواد و عرض به حضورتون این های schooling certificate obtain، یعنی مدرک رو در چه تاریخی میتونستید بگیرید. و حالا میگم دیگه اطلاعاتی هستند که مربوط به بحث‌های تحصیلی دوره مدرسه هستن در واقع. خب این هم حالا من تاریخش رو میزنم که اجازه بده بریم مرحله بعدی. این اطلاعات رو سعی کنید دقیق کامل همه رو اوکی کنید که بعداً به مشکل نخورید. بسیار خوب، این بخش عرض به حضورتون که در واقع اطلاعات تحصیلی هستش که ما باید وارد بکنیم. توی این بخش روی add qualification میتونیم ما در واقع کلیک بکنیم. خیلی خوب، این بخشی هستش که ما در واقع از دانشگاه که مدارک رو گرفتیم باید اینجا وارد کنیم. حالا اگه از نمیدونم کارشناسی غیر پیوسته بود میتونیم از اینجا وارد بکنیم. اگه پیوسته هست، یعنی اگه غیر پیوسته بود اول کاردانی، بعد جداگانه کارشناسی، جداگانه ارشد اگه داریم اینا رو باید جداگانه وارد بکنیم. کد دانشجویی اگه دارید خودش هم نوشته if available. در واقع name of qualification obtained، نام مدرکی که major field of study، در واقع رشته تحصیلی که در واقع توش مدرک گرفتید. بعد عرض به حضورتون که دیگه حالا اطلاعات دیگه هم که خواسته به این شکل هست. حالا من اطلاعات رو میخوام کامل بکنم و کامل شدهش رو خدمتتون عرض کنم که زیاد تایمونم برای پر کردن این دیتا ها هدر نره. بسیار خوب، من این اطلاعات رو کامل کردم که خدمتتون توضیح بدم و وقت زیاد گرفته نشه. در واقع نام مدرکی گرفتیم، رشته اصلی که در واقع رشته ما بود، مال سیویل انجینیرینگ نوشتم. حالا شما بستگی به رشته خودتون خواهید نوشت. در واقع مرجع صادر کننده مدرک، کشور، در واقع کشوری که اون دانشگاه وجود داره، آدرس دانشگاه، شهری که دانشگاه درش وجود داره قرار گرفته، در واقع اون کشور اون مؤسسه و کمپسی که همون در واقع آدرس کشور دانشگاه رو ازتون سوال میپرسه و توی این بخش سوال میکنه که از چه طریقی
وارد دانشگاه شدید که در واقع اگه با کنکور وارد شدید که می‌نویسید entrance exam یا همون آزمون ورودی. حالا من ستاره دارها رو خدمتتون کامل کردم، شما هم اینا رو کامل کنید کافی است. طول ترمی که طول در واقع مدت زمانی که شما تونستید مدرک رو بگیرید که اینجا یا سالش رو می‌نویسید چند سال طول کشید یا هم که چند ترم طول کشید. حالا معمولا 8 تا 10 ترم کارشناسی رو میگیرند، نرمالش اینه که حالا مثلا روی 8 گرفته بشه. اینجا سوال کرده، سوال هایی که کرده در واقع تاریخ شروع و تاریخ پایان عرض بزرگتون که اون مقطع تحصیلی بوده، به صورت پارت تایم بوده تحصیلتون یا فول تایم. اگه فول تایم که 30 ساعت در هفته باید باشه. حالا بستگی به کشورهای مختلف فرق میکنه ولی نرمش همین حاشیه ها هستش که قرار بدیم. اینجا از ما سوال کرده که آیا برای این دوره در واقع تحصیلیتون آیا نیاز بود پایان نامه داشته باشید، نیاز بود پروژه رو به صورت عملی انجام بدید یا نیاز بود کارآموز باشید. که برای کارشناسی رشته عمران بالا بقیه رشته قطعا یک کارآموزی وجود داره. برای کارشناسی برای ارشد اگه بودید روی پایان نامه قرار میدید. تعداد هفته‌ای که درگیر این پروژه بودید، کارآموزی بودید و حالا توضیحاتی راجع به کارآموزی باید بدید که شامل تاریخ باید باشه. حالا من اینجا نوشتم اینترنشیپ که یه چیز حالا سریع نوشتم، ولی شما باید کجا کار کردم، چه مقدار ساعت کار کردم و در چه تاریخی شروع شده و در چه تاریخی به اتمام رسیده. اینا دیتیلی هستش که ما اینجا پر میکنیم. save and continue میزنیم، میریم برای بخش بعدی. خب این اینجا الان برای ما در واقع ثبت شد. اینجا حالا ما میتونستیم برای این بخش مثلا بچلر رو هم اضافه کنیم که لیسانس مثلا مهندسی عمران که مناسب است اضافه کنید. حالا من فراموش کردم. اگه ارشد داریم، اگه مثلا کاردانی داشتیم و میخواستیم لیسانس کارشناسی رو اضافه بکنیم، دوباره روی این بخش میزنیم add qualification. حالا توی همون پنجره دوباره برای ما باز میشه و اگه مجدد اضافه کنیم دیتیلی که از ما میخواد رو دوباره همون در واقع بخش رو برای ما باز میکنه. خب من اینا فکر میکنم یه بک بزنم برگردیم مثلا پنجره قبلی. خب بله، اینجا اطلاعات تحصیلیمون رو هم ثبت کردیم. continue میزنیم و میریم بخش employment و همون عرض بزرگتون که بخش سوابق کاری. خب روی add employment کلیک میکنیم. پنجره‌ای که برای ما باز خواهد شد پنجره‌ای هستش که در واقع این اطلاعات رو از ما میخواد. من مجدد این اطلاعات رو تکمیل میکنم و بعد توضیح میدم خدمتتون و کلیپ رو قطع میکنم که تایم بیشتر نشه. خب اطلاعات این بخش هم من کامل کردم. بخش در واقع شغلی هستش که سوابق کاری ما باید وارد بکنیم. توی بخش اول employment details رو از ما خواسته، اسم در واقع شغل یا حالا مثلا اینجا البته من اشتباه وارد کردم، اسم باید شرکت رو باید مثلا وارد بکنیم. حالا من یه دونه ساز برتر میزنم برات. خیلی خوب، اسم شرکت در واقع بیزنس نیم رو از ما خواسته که وارد بکنیم. employment address که در واقع اون آدرس رو از ما خواسته، آدرس شرکت رو از ما خواسته، آدرس اون محلیه که ما داریم کار میکنیم رو از ما خواسته. رو دقیق‌تر بخوام بگم دیگه حالا آدرس رو نمیدونم، شهر رو، کشور رو، ستاره دارها اینا هستن. ما میتونیم کد پستی رو نمیدونم استانم خودمون و ریز آدرس رو خودمون وارد بکنیم. اینجا اومده اطلاعات کارفرما رو از ما خواسته. نام مدیرتون رو اینجا، مدیر عامل رو اینجا وارد میکنید. تلفنی که بتونه در طول روز جواب بده، پاسخگو باشه رو اینجا وارد میکنیم. ایمیل کارفرما رو اینجا وارد میکنیم. حالا بقیه‌اش ستاره دار نیستن ولی خب میتونیم وارد بکنیم یا نکنیم. بعد بخش کارمند رو از ما سوال کرده که پوزیشن و جاب تایتل ما چی بوده توی این شرکت، که اگه سیویل انجینیر تکنیسیان هستی که باید اینو بنویسید. تاریخ شروع همکاری رو
اینجا از ما خواسته. یه سوال مهمی که اینجا از ما هم خواسته، حتما باید بهش دقت بکنیم. نوشته که آیا الان در این شرکت در این پوزیشن شغل دارید کار میکنید یا خیر؟ اگه خیر، تاریخ اتمام. بعضی ممکنه توی چند تا شرکت مختلف کار کردن و اونا رو باید همه رو با هم اد بزنن. یعنی اون شرکت اولی که یه زمانی درش کار میکردن، اینجا باید روی نو باشه که تاریخ اتمام بتونن بزنن و شرکت بعدی رو عرض بزرگتون که بتونن اضافه بکنن به این پروسه در واقع سوارکاری. اگه نو که تاریخ اتمام به راحتی هرچه تمام. اگه یس که در واقع دیگه تاریخ اتمامی وجود نداره. میگه که چه مدت بدون پرداختی ترک کار کرده بود، که حالا ستاره دارم نیست البته، ولی حالا صفر بزنید. ساعت کار هفتگی که اگه فول تایم هستید بالای 40 ساعت 44 ساعت در هفته بزنید. خب اینجا یه بخش مهمی که وجود داره، شرح وظایف رو گفته برای من بنویس. این شرح وظایف باید همون هایی باشن که توی سابقه کاری، اون برگ کاغذی که شما میارید در واقع همونا باشد که اینجا می نویسید. یعنی مغایرت باشه اصلا به ریجکتی اسسمنتتون فکر کنید. شرح وظایف شما چون باید هم در داخل سابقه کار، همین بخش که وارد میکنید، اون بخش کاغذیش هست و این بخش در واقع الکترونیکی هستش که شما وارد میکنید. حالا من اومدم چیکار کردم؟ من اومدم اینا رو کپی پیست کردم اینجا که در واقع تایم زیاد گرفته نشه. ولی خب شما میتونید که شما این کار رو قرار نیست انجام بدید. شما قرار به وسیله دیپسیک بیاین عرض بزرگتون که این در واقع اون همونجوری که بهتون یاد دادم، اون شکل کلمات رو با حفظ محتوا همونا رو بنویسید و داخل اینجا در واقع جایگذاری بکنید. خب اینم از این بخش. خب میریم سراغ مرحله بعدی. اگه در واقع عرض بزرگتون که سابقه کاری دیگه ای داشتیم، توی شرکتی کار کردیم قبلا و الان توی شرکت دیگه هستیم، میتونیم اینجا اد بزنیم و حالا مثل اون سابقه تحصیلی اون دیتیلی که وجود داره رو برای ما اضافه کنه دیگه. اینجا حالا چیزایی هستش که برای هر فرد متفاوت هست. اگه توی شرکت بودیم دیگه از اول فقط یه شرکت رو میارید و فول تایم و پارت تایم هم حالا دیگه باید دقت بکنید درش. خب بخش لایسنس، اگر مدرکی رو از یه جایی گرفتید میتونید اینجا جایگذاری کنید. بخش اجباری نیست، میتونید داشته باشید و میتونید نداشته باشید، این مشکلی وجود نداره. بخش فست ترک پریورتی پروسسینگ، که اگر دوست دارید فست ترک باشید با دریافت هزینه بیشتر، کردنش 10 روز. توی 10 روز پاسخ شما رو خواهند داد. اگه استاندارد میخواین این بخش رو در واقع کلیک میکنیم و اگه فست ترک میخوایم این بخش رو با هزینه $807 اگه اشتباه نکنم بیشتر نسبت به عادی. خب عادی رو کلیک میکنیم، کانتینیو میزنیم. بخش بعدی دیگه بارگذاری مدارک رو باید داشته باشیم. دیتیلی که از ما میخواد، پاسپورت سایز فوتوگراف، عکس پاسپورتی، عکس اول پاسپورت. اینا دیتیلی هستن که برای پرسونال دیتیل هستن که ابتداءً از ما میخواد. پاسپورت، صفحه اول پاسپورت، شناسنامه، کارت ملی، درایورز لایسنس که همون گواهینامه. 3 تا از این البته کافی هستش، مثلا پاسپورت و کد ملی و شناسنامه یا درایور لایسنس، اینا اصلا 4 تاست دیگه، 3 تاش هم بذارید اوکی هست. بعد عرض بزرگتون که رزومه، اویدنس های تغییر نام اگه دارید باید حتما بذارید چون ارور میده اگه نذارید. عرض به حضورتون که یه قراردادی رو به تصدیق با شما میخواد که ازتون میخواد که امضاش کنید. اینجا هستش، اینجا میزنیم دانلود میکنیم. این رو باید پرینت رنگی بگیرید ازش و در واقع قراردادی هستش که بخونید و امضاش بکنید. ببینم اگه بتونم پیداش بکنم. خیلی خوب.
you applicant must include the form identification. خیلی خوب. اینو الان من پیداش میکنم، در ادامه کلیپ میگم کجا پیدا کردم. این فرمی که از ما میخواست من یادم رفته بود اینجا بود، یا فکر کردم اینجا بود، بخش پایینش هست. applicant declaration رو میزنیم. خیلی خوب، دانلود شد. این رو ما باید یه پرینت رنگی ازش داشته باشیم و در واقع اسممون رو بنویسیم. اینجا دیگه حالا جاش هست دیگه، حالا اسممونم اینجا نوشته. حالا میگم چون اطلاعات فیکی بود که من اینجا دادم، در واقع خودش نوشته و اینجا رو امضا میکنیم و تاریخ در واقع این امضای قرارداد رو در واقع اینجا مینویسیم. این یه بخش اجباری است و حتما باید این فرم رو داشته باشید. حالا میتونید مطالعه بکنید دیگه، به تاسیس شرایط کلیش خودش اومده توضیح داده خدمتتون. بعد عرض به حضورتون که خب کجا بودیم؟ بعد میایم راجع به ریز نمرات و رونوشت عرض به حضورتون که مدارک تحصیلی که ما اونجا اعلام کردیم داریم رو از ما میخواد. الان اونجا اعلام کردیم که مدرک سیویل انجینیرینگ داریم. اینجا اومده گفته که عکس مدرک و عکس ریز و نمرات رو برای ما بذار. حالا اگه مدرک ارشد هم داشتید 4 تا هزینه بود که عکس مدرک ارشد، عکس مدرک ریز و نمرات ارشد رو میخواست. بعد اومده سوابق کاری که شما گفتین که توی فرضاً شرکت سازو برتر بودین و به عنوان سیویل انجینیر تکنسین بودین رو گفته که بخشای دیگه مدارک کاری هستن دیگه، حالا چه آگهی تأسیس باشه، چه که توی این بخش شواهد در واقع سوابق کاری باشه، چه شواهد پرداختی باشه، اینا رو ما قرار میدیم داخل این مجموعه. توی بخش اول هم همون آگهی تأسیس رو آخرین روزنامه‌هایی که در واقع باید اعلام کنیم رو توی بخش اول میذاریم. این مدارک رو ما جمع آوری کردیم. توی جمع آوری مدرک حساب باید دقت بکنید که در واقع به ریز جزئیات، به ریز تاریخ‌ها، همه چیز باید دقت بکنیم که در واقع اگه بخوایم راحت بگم هیچ سوتی داخل مدارکمون داده نشه، یعنی شک برانگیز نباشه که بعداً به حاشیه کشیده بشه کارمون. خب بعد اینکه مدارکمون آماده شد، یه چیزی که من خدمتتون عرض بکنم، مدارک رو ما فارسی جمع میکنیم. حالا به جز پاسپورت و رزومه که باید انگلیسی باشن خودشون، پاسپورت که حالا انگلیسی هست نیاز به ترجمه نداره و مهر برابر اصل میخواد. فقط مدارک ما که به فارسی هست میدیم به چون بعضی از مدارک، حالا بعضی از دوستان میگن که ما از ابتدا مدارکمون رو انگلیسی میکنیم که نمیدونم هزینه ترجمه کمی بدیم. اولا این خدمتتون عرض کنم ترجمه زیاد هزینه خیلی گزافی نداره، شاید مثلا 5-6 تومن بیشتر نشه هزینهش و فکر میکنم در مقابل هزینه‌های دیگه که برای مهاجرت باید هزینه کنیم، هزینه آنچنان زیادی نیست که خودمون بخوایم ریسک کنیم. بعد یه سری چیزا هستن که اصلا مثلا شما فکر کن قرارداد کاری خودتو با کارفرما رو بیای انگلیسی تنظیم کنی، خب این یه ذره شک و شبهه برانگیزه دیگه. چرا توی فارسی زبان یا تو حالا با کارفرمای فارسی زبان چرا باید قراردادی که بین خودتون بوده باید به زبان انگلیسی باشه؟ خب این یه نکته. بعد مثلا شما بیای بعضی از نکات رو بخوای انگلیسی کنی، باید دیگه همه چیز سربرگ شرکت، نمیدونم مهر شرکت باید انگلیسی باشه. اون موقع نمیارزه مثلا این مشکلات رو بخوایم تحمل کنیم برای این خواستن و اندوخته مالی زیادی هم نخواهد داشت این داستان. پس به نظر من که مدارک رو بدیم ترجمه ناتی و حالا به جز رزومه که خودمون انگلیسی در واقع آمادش میکنیم. و حالا چیزی که حالا میگم این اصلا هیچ در واقع انگیزه مالی پشت این ویدیو نبوده هیچ وقت و اصلا من به انگیزه مالی در واقع عمل نکردم و هیچ پورسانتی هم از هیچ به قول یارو گفتنی مثلا از هیچ سایت ترجمه سازمان ترجمه ما نخواهیم گرفت. یعنی 1 ریال هم ما از کسی درخواست نداشتیم، ولی خود من با سایت ویترنس
انجام دادم. چند تا سایت دیگه هم هستن، حالا سازمان ترجمه دیگه هم هستن که از جمله ساترا و حالا دار ترجمه دیگه که کارشون خوب و قیمتشون هم مناسب هستش. خب بعد چیز دیگه هم که حالا میخواستم بگم که الان یادم رفت حالا، ولی توی ادامه کار اگه لازم بود خدمتتون عرض میکنم. برای آپلود مدارک میایم، اینو میخواستم خدمتتون عرض کنم که مدارکی که فرضاً سابقه کاری رو میخوایم ما PDF کنیم، در ابتدا اون PDFی که هست 3 تا صفحه باید باشه. حالا اگه مدارک کارتون زیاد بود دیگه من کاری ندارم، اما اگه مدارک کارتون یه دونه بود، یه صفحه بود، اون موقع باید 3 تا صفحه باشه. این 3 تا صفحه باید چیا باشن؟ مدرک در ابتدای صفحه مدرک ترجمه شده به زبان انگلیسی با مهر ناتی. البته حالا مهر ناتی هم یه رسمیت بیشتر میده و انگلیسی با دارالترجمه رسمی هم مورد پذیرش سایت وتاسس هست. مدرک صفحه دوم در واقع اون کپی مدرک در واقع فارسی زبانی که شما برای ترجمه دارید با مهر اون دارالترجمه. مدرک سوم اصل مدرکی که خود شما از شرکت گرفتید با مهر رنگی، یعنی نباید کپی باشه. این 3 تا صفحه رو باید توی همه مدارکتون، توی فیش حقوقی، نمیدونم توی سابقه کاری، نمیدونم قرارداد دیگه، هر مدرک کاری که ارائه میدید، چارت سازمانی و فلان، همشون باید به این شکل PDF شده باشن. PDFتون باید فکر می‌کنم کمتر از، اگه اشتباه نکنم 5 مگابایت هست، اگه اشتباه نکنم فکر می‌کنم 5 مگابایتی که و با یک کیفیت خاصی، فکر می‌کنم 300 DPI اگه هست اون واحد، اگه اشتباه نکنم از اون مقدار نباید کمتر بشه. اونم توی اینترنت میتونید به صورت آنلاین اون وضوح و کیفیت PDF رو و همچنین حجمش رو تغییر بدید که به اون 5 مگابایت برسه. خب من آپلود رو زدم. بله، توی این قسمت میبینیم که پنجره جدید برای ما باز شده. سلکت فایل میکنیم برای آپلود در واقع اون مدارک. بخش مدارک شناسایی تحصیلی و کاری. برای بخش شناسایی که میزنیم داکیومنت تایپ میاد، میگه چه مدرکی رو میخوای بارگذاری کنی. من میگم پاسپورت سایز فوتوگراف رو میخوام بارگذاری کنم. میگه که اون 500 کیلوبایت بود و من 5 مگابایت گفتم، 500 کیلوبایت. میگه که یه توضیحی بده راجع به مدرکی که میخوای بارگذاری کنی. مثلا حالا من یه چیزایی میگم، خودتون این چیزا دیگه کاری نداره دیگه. مثلا میتونید بنویسید مثلا پرسونال فوتوگراف، عکس مثلا پاسپورت سایز فوتوگراف، چیزایی هستن که میشه دیگه هر چیزی نوشت دیگه. دیگه حالا نمیدونم من نیاز هستش که عکس‌ها رو بارگذاری کنم یا نه، نمیدونم، شاید آخر ارور. حالا من یه چیزایی رو میذارم اینجا که اصلا غیر مربوط هست، ولی فقط میخوام اون پروسه رو، ادامه پروسه رو خدمتتون بگم، به خاطر همینه. آپلود میکنیم، با توجه به سرعت نتی که داریم این آپلود میشه و میاد اینجا. یعنی الان پاسپورت سایز فوتوگراف رو من آپدیت کردم، توضیحش رو نوشتم و عرض به حضورتون که فایل نیم هم همین بوده. من بسیار خوبه که مثلا من اینجا اسم فایل رو همین در واقع این اسم بذارم که اون کسی هم که کارشناسی هم که داره دیگه سردرگم نشه دیگه، مثلا بدون این عکسی که دانلود کرده برای فلان چیز بوده. بعد میایم روی مدارک بعدی سلکت فایل میکنیم، دوباره آیدنتیفیکیشن دیگه، من نمیخوام زیاد تایم گرفته بشه دیگه. میایم اینا رو وارد میکنیم دیگه. پاسپورت، صفحه اول پاسپورت، اون فرم رنگی که قرار بود امضا کنیم رو میذاریم. evidence of name change، اگه اسمتون عوض کردید یه شواهد رو ازش میذارید. national ID، کارت ملی، رزومه، birth certificate، شناسنامه، driver's license که میگم 3 تا از اینا مهم بود. بعد عرض به حضورتون که چیزهایی که نیاز بود رو هم، اگه فست ترک بودید باید یه مدارکی بذارید که مثلا ما به این دلیل نیاز داریم که فست ترک انجام بشه کار. و بقیه دیتیل هم که حالا
برای افراد ممکن شاید نیاز باشه یا نیاز نباشه. پرسونال دیتیلز آدرس مدارک دیگه اگه خواستید میتونید اینجا اضافه کنید و اد بزنید. خب میایم سراغ مدارک تحصیلی که ما اینجا اعلام کردیم که یک مدرک تحصیلی داریم. گفته که خب مدرک تحصیلی، رونوشت مدرک تحصیلی، در واقع دانشنامه، رونوشت مدرک تحصیلی، Certificate of Graduation و همچنین ریز و نمرات رو هم که میتونیم ما در واقع خدمتشون ارائه بدیم. چیزایی هستنش که در واقع از این بخش انتخاب میکنیم و میگم صرفا عکس مدرک تحصیلی و رونوشت رو ما میتونیم اینجا جایگذاری بکنیم. بعد برای مدارک عرض به حضورتون که مدارک کاری هم re-employment اعلام کردیم توی این شرکت کار کردیم با این عنوان شغلی از تاریخ فلان، چون نوشتیم توی این شرکت الان هم داریم کار میکنیم، اینجا تاریخ اتمام رو شد 0 زده. خب میگه چه مدارکی میخوای برای ما بذاری؟ سابقه کاری، اویدنس پرداختی، چارت سازمانی، قرارداد، پوزیشن دیسکریپشن، توصیف جایگاه، مثلا مدارک دیگر، جی فرم اینا حالا لازم نبود و منم کلا جی فرم نذاشتم و دیگه این چیزایی هستش که در واقع ما باید میذاشتیم داخل این سابقه کاری. بخشای بالایی بخشای مهم هستن دیگه. بخشای بالایی هرچه میریم به سمت پایینتر در واقع یه ذره از اهمیتشون، نه که مثلا بی اهمیت هستن، یه ذره مثلا بالایی اهمیت بیشتری دارن. بعد اگه پورتفولیو، نمونه کاری اگه توی رزومتون آوردید، حالا هیچی میتونید اونجا هم بیارید اینجا هم بیارید، مثلا ضرری نداره براتون. و اینا هستن دیگه. اینا مثلا اگه تونستید مثلا بیمه بیارید میتونید اینجا وارد بکنید. اگه تونستید سوابق فیشای پرداختی بانکی رو سوابق تراکنش بیارید میتونید وارد بکنید و اینا مدارکی هستن که ما وارد میکنیم. و بعد از اتمام، در واقع بعد از اتمام این کار ما میایم روی I understand once I submit documents رو میزنیم. این اگه بزنیم و سابمیت کنیم دیگه امکان این که مدرک دیگه ای رو اضافه بکنیم وجود نداره. یعنی زمانی این رو سابمیت میکنیم که مطمئن باشیم تمامی مدارکمون رو کامل درست بدون در واقع هیچ گونه تناقضی وارد کردیم و بعد سابمیت میکنیم. یعنی ارسال میکنم براتون و عرض بزرگتون که یعنی دیگه مطمئن هستم به این مدارکم و کامل هستن. اگه مثلا چند تا از مدارک رو وارد کردید و حالا بقیه مدارک رو هم خواستید بعدا وارد بکنید، save and continue later رو میزنید و در واقع میایید بیرون و اینا هم سیو میشن. اینا هم مثلا این چیزایی که وارد کردینم سیو میشن. من میخوام پنجره بعدی باز بشه. خب یه چیزی هم که وجود داره، این در واقع توی این بخش عرض بزرگتون که اگه بخواین سابمیت کنید، سابمیت نخواهد شد تا زمانی که این مدارکی که این بخش آبی رنگ از شما میخواد رو همش رو باید عرض بزرگتون که وارد کرده باشید. یعنی اگه اینا نباشن امکانی که سابمیت بکنید وجود نداره. اینا من یه بار دیگه خدمتتون عرض میکنم: پاسپورت بایو پیج، birth certificate، national identity card، driver's license. حالا driver's license هم من میگم من خودم وارد نکردم. آدرس نمیاره، یعنی اگه 3 تا بزنید اینجا نمیاره این رو. بعد عرض بزرگ همچنین این مدرک رو، رزومه که با الزامی است، evidence of change name change، چون من اونجا یه زدم اینجا هم میگه که اگه باید مدرک ارائه بدی اگه چنج کردی. اون فرمی که رنگی چاپ کردیم، عکس در واقع امضا کردیم. مدارک تحصیلی به همراه عرض بزرگ که ریز نمرات، مدارک کاری، روزنامه‌های شرکت، آگهی تأسیس شرکت که اینجا به قطعیت روش تاکید داره، مدارک شغلی، نامه شغلی
و پیمنت اویدنس که همون در واقع شواهد پرداختی شرکت هستش که فیش حقوقی در واقع به بیشتر از همه ارجحیت داره. خب بعد اینکه تموم شد continue submit میزنیم، بخش review and confirm میاره. ما میایم از این بخش اطلاعاتی که وارد کردیم رو یه ریویو میکنیم و تایید میکنیم و بعد میره سراغ مرحله پیمنت. مرحله پیمنت حالا اون دوستایی که تو ایران هستن باید توسط صرافی انجام بدن چون حساب بین المللی ندارن و اونی هم که حالا میتونه پرداخت اینترنتیش انجام بده خودش انجام میده. و میگم چیزی هستش که در واقع راه‌های مختلفی وجود داره براش. خود من بدون اینکه بخوام تبلیغ کنم و در واقع هیچ ریالی از اون شخص بگیرم با صرافی منصف انجام دادم و کارمزد خیلی اندکی حدوداً $20 رو میگیره برای پرداخت $1070. چیزایی که لازم بود رو من خدمتتون عرض کنم، فکر می‌کنم به صورت کامل خدمتتون عرض کردم. و حالا دیگه بحث مهاجرت، این البته بحث مربوط به بخش اسسمنت گرفتن از سایت وتاسس مهاجرت اینجوری نیست که مثلا اینو بدونی یعنی همه پروسه مهاجرت رو فهمیدی. و چیزهایی که لازم بود رو بدونید و نیاز بود که برای سایت وتاسس ارائه بدید رو همینایی بود که من خدمتتون کامل عرض کردم. این کار نیاز به جزئی نگری داره چون کارشناس میاد به صورت ریز جزئی همه مدارک شما رو بررسی میکنه و عرض به حضورتون که اگه خودتون خواستید خودتون انجام بدید، فقط باید بدونید که انتخاب مسیر شغلی، انتخاب در واقع اون نامه سابقه کاری، رزومه، اینا نیاز به دقت ریز دارن و اینجوری نباید که سرسری مثلا از روش رد شد و مثلا دیگه فکر کرد که درسته و دیگه میگم به مشکل ممکن هست بخورید. و من به عنوان هموطن و حالا اگه مهندس عمران بودید به عنوان یک همکار میخوام که در واقع ازتون میخوام که به ریز جزئیات دقت بکنید. منم در خدمتتون هستم، اگه خواستید براتون انجام میدم با هزینه بسیار کم، حدود $400 استرالیا. و اگه خواستین خودتون انجام بدید، هر جایی به مشکل خوردین میتونید با بنده در تماس باشید از طریق واتساپ. و اگه خواستید حالا در واقع اگه سوالی داشتید از طریق واتساپ میتونید بپرسید. اگه خواستید حالا کارتون رو انجام بدم میتونید تماس هم بگیرید، فقط قبلش یک پیام بدید که برای فلان کار در واقع میخواین تماس بگیرید که منم بدونم که برای این مسئله است و پاسخگوی تماستون باشم. کلیت کار همین هست. امیدوارم که بتونید موفق باشید و انشالله در استرالیا ببینیم همدیگه رو.